سلام به تو رفیق. تا چند دقیقه دیگه قراره راجع به یه بازی حرف بزنیم که انجام دادنش میتونه انسان بودن تو ازت بگیره. اگه تو هم فکر میکنی شجاعی، پس تا آخر این ویدیو بمون. قطعا تو هم مثل من یک شب تنها جلوی آینه وایسادی و یه لحظه حس کردی که تصویرت داره بهت نگاه میکنه، اما نه از جنس نگاه‌های معمولی. اینجا باید بدونی وارد بازی خطرناکی شدی و ممکنه برات گرون تموم بشه. امروز قراره راجع به یه بازی حرف بزنم که هیچ وقت نباید امتحانش کنی، چون یک بار انجامش میتونه مرز بین تو و اون چیزی که اون طرف آینه است رو پاک کنه. خیلیا میگن آینه فقط یه سطح بازتابه، ولی از دید بعضی آزمایش ها و باورهای قدیمی آینه یه درگاهی بین دنیای ادراک ما و یه فضای برعکسی که قوانین خاص خودش رو داره. روانشناس ها میگن مغز ما وقتی مدت طولانی به بازتاب خودش خیره میشه، شروع میکنه تصویر چهره رو تغییر دادن، انگار کس دیگه ای داره از اون طرف توی چشمات نگاه میکنه. اما از اینجا به بعد تازه اصل ماجرا شروع میشه. شرح بازی و قوانین عجیب و وحشتناکی که بر این بازی حاکمه ممکنه مغزت رو بتره کنه. اسم این چالش بازی ساعت معکوسه. باید تنها باشی، چراغا رو خاموش کنی و فقط نور یک شمع روشن باشه. رأس ساعت 3:33 صبح 3 بار به آینه نگاه میکنی و از خودت یه سوال خاص میپرسی. اگه خوش شانس باشی فقط سکوت میشنوی که احتمالش کمه، ولی اگه بد شانس باشی باز تابت جواب میده و از اون لحظه به بعد چیزی که توی آینه میبینی دیگه خودت نیستی. یکی از کاربرا بعد از انجام دادن این بازی نوشته بود من فقط یه بار امتحانش کردم. نیم ساعت بعد صدای خودم از توی آینه شنیدم، ولی لبام تکون نمیخوردم. یه نفر دیگه گفت بعد از اون شب با هر آینه زاویه تصویرش یه ذره فرق میکرد، انگار انعکاسش یه لحظه عقب‌تر از زمان واقعی بود. دانشمندا اینو میذارن پای توهم نوری، اما مگه توهم میتونه 3 ثانیه تأخیر داشته باشه؟ پژوهش ها نشون دادن وقتی یه چیزی رو به طور طولانی مدت دنبال میکنی، پردازش بینایی قاطی میکنه و شروع میکنه خودش تصویر خلق کردن. به همین دلیله که بعضیا وقتی به آینه زل میزنن چهرهشون رو تغییر یافته میبینن، اما بعضی موردها سند علمی ندارن، مخصوصا اونایی که میگن آینه بعد از خاموش کردن چراغ چند ثانیه دیگه نور رو پس داده. آهای رفیق، شاید کل اینا فقط یه توهم بوده، یا شاید واقعا پشت اون انعکاس کسی هست که ازت تقلید میکنه تا جای تو رو بگیره، چون هر بار که به آینه نگاه میکنی داری یه قرارداد نانوشته رو تمدید میکنی. اون تصویر حق داره وجود داشته باشه، فقط دعا کن که یه روز اون زودتر از تو حرکت نکنه. اگه فکر میکنی که هنوزم جرأت انجام این کارو داری، عدد 3:33 نصف شب رو برام توی کامنت ها بنویس.